معمولا وقتی که انسان دل شکسته هست، رغبتش به عبادت و تقربش به الله متعال بیشتر هست، در این شکی نیست. اما روایتی که در این زمینه نقل میشه، روایت قدسی که الله متعال فرمودن انا عند المنکسرة قلوبهم، که من نزد دل شکستگانم، این روایت صحیحی نیست و جایز نیست که اینو نسبت بدهیم به رسول الله صلی الله علیه وسلم. اصل و سند صحیح و ثابتی ندارد و بیشتر این نقل شده از قول کعب احبار و فرموده رسول الله صلی الله علیه وسلم نیست. گرچه در وقتی که انسان غمگین هست، دل شکسته هست، بیشتر به الله متعال نزدیک می شود، بیشتر نیاز دارد، بیشتر راز و نیاز می کند، اما در روایت و حدیثی که در این زمینه نقل می شود از نظر سندی اعتباری ندارد و نمی شود گفت که حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم است.